عملکرد نمایندگان بلوچ در این دوره از مجلس ها چگونه می‌بینید؟ نقاط ضعف و قوت این دوره نمایندگان بلوچ چیست؟ درباره انتخابات ریاست جمهوری نمایندگان بلوچ به نظر واحدی رسیدن یا خیر؟ و بفرمایید تصمیم خودتان چیست در این مورد؟ متشکرم. من اشاره بگوشم که نمایندگان بلوچ و کل نمایندگان هستان حقیقتا یک همراهی و همدلی فوق‌العاده‌ای دارند. اگر این همراهی نمایندگان شمال و جنوب نبود و این تلاشی را که نمایندگان نمی‌کردند، بودجه زیر 3000 میلیاردی که دولت به مجلس داده بود به 12000 میلیارد نمی‌رسید. در حوزه انتخابات اینجوری بگم که ما نماینده مردمیم، وکیل دوله نیستیم، وکیل ملتیم. و اینکه ما نمایندگان استان متفقاً بگیم که ما همراهی میکنیم از یک کاندید، شاید این بحث نشده، ولی آنچه را که عیان است چه حاجت به بیان است. کاندید مطرحی که الان به هر حال وجود داره، همه کاندیدا عزیز هستند، همه مطرح هستند. خواستن ما یه همکاری داریم که در مجلس فوق‌العاده ظاهر شده بود به عنوان نایب رئیس مجلس و در مجلس رضایت خیلی خوبی از ایشون بود، چون در رقابت میکنه. آقای رئیسی به عنوان یک کاندید دارن فعالیت میکنن. ملتی که صاحب اندیشه هاست، ملتی که خلق نگرش ها کرده، ملتی که پیشرو در تمامی علوم بوده، این ملت باید آنچنان که قبلا پیشرو بوده، آنچنان که قبلا تاثیرگذار بوده، امروز هم بایستی این ملت و این مردم در فناوری، در تکنولوژی، در علم سرآمد باشند. و این امکان نداره تا زمانی که ما مدیرانی شایسته داشته باشیم، مدیرانی که ظرفیت‌ها و فرصت‌های این کشور و این ملت رو میشناسند.